بنابر آمار رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه در طول سال 2021 735,000 خارجی شهروند روسیه شدند. بیش از نصف آنها یا قریب 376,000 زادگان اوکراین بوده در جای سیوم زادگان قزاقستان میآیند که سال گذشته قریب 50,000 آن شهروند روسیه شدند. در دو جای بعدی ارمنستان با نزدیک 47,000 و ازبکستان با حدود 32,000 نفر میآیند، ولی جای دوم را در این چمپیونات غیر رسمی دریافت شهروندی روسیه زادگان تاجیکستان به دست آوردند. سال 2021 در عموم 130,681 زاده تاجیکستان شناسنامه تاجیکی خود را با شناسنامه روسی عوض کرده است. این 35% بیشتر از 63,389 نفر از تاجیکستان است که سال 2020 صاحب شهروندی روسیه شدند. به حساب میانه سال 2021 هر روز دست کم 284 تاجیکستانی شناسنامه تاجیکی خود را با شناسنامه روسی عوض کرده است. سال 2020 این نشان دهنده 173 نفر را در یک روز تشکیل میداد. بنابر آمار رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه حالا باز 96,000 نفر از زادگان تاجیکستان در روسیه حق اقامت و انژه و باز 47,000 نفر دیگر اجازت برای اقامت موقت RVP به دست آوردند. همچنین هر سال هزاران عائله از تاجیکستان خود را برای کوچیدن به روسیه برای زندگی دائم طبق برنامه‌های چون پرسلین ساعته چسونیکوف ثبت نام میکنند. این به معنی است که باز 10,000 تاجیکستانی دیگر برای گرفتن شهروندی روسیه در نوبت ایستادند. بنابر آمارها در 8 سال اخیر حدود 300,000 تاجیکستانی شهروند روسیه شده. از سال 2000 به این طرف قریب 800,000 نفر از زادگان تاجیکستان سکونت دائمی در روسیه را اختیار کردند و اکثر آنها با اهل عائله‌هایشان شهروندی آن کشور را به دست آوردند. بار اول در سالهای آخر شماره آنها نیز در حال افزایش است که برای جستجوی زندگی بهتر خود را به کشورهای از روسیه نیز دورتر اروپا و امریکا میزنند. مقامات تاجیکستان هجرت مردم را به روند جوانشوی ربط میدهند و میگویند در شرایط دنیای معاصر قریب یگان کشور از این روند بیرون نمانده است. اما جامعه شناسان میگویند برای مردم تاجیک محبت به زادگاه در فرهنگ چند هزار سالش نقش بارز دارد و افزایش روند هجرت اهالی به خارج از سرچشمه‌های جدی‌تر و بیش از همه از احساس ناامیدی آنها به آینده بهتر در وطن منشأ میگیرد.